با سلام به بینندگان عزیز و وفاداری رادیو زودی، در چند دقیقه دیگر سرخط رویدادها را پیشنهاد شما میکنیم. امروز 17 فوریه از افزایش خطر ترمفرایی در تاجیکستان میگوییم. در روسیه میخواهند اکنون برای وارد شدن به این کشور از مهاجران پول بگیرند. آژانسی ضد فساد شرح داد که چرا رئیس رشت بازپرسی و رهبر دستگاهش بازداشت شدند. مرگ ساکنان بر اثر سوختارها. موضوع دیگر نیز هست. در یک شبانه روز اخیر در تاجیکستان 69 حادثه فرآمدنی ترمه ثبت گردیده است که 44 تای آن در ولایت مختار کوهستانی بدخشان به عمل آمده است. روز 16 فوریه در شهرهای دوشنبه چناق 11 ترمه و در قلمروی نویه‌های نورآباد 14 حادثه ترمه‌فرایی قید گردیده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگوید با سبب این آفت طبیعی حرکت نقلیات در راههای دوشنبه خاروق اشکوش مرغاب و دوشنبه چناق امکان ناپذیر شده است. کارها اوید بر رفع عاقبت های ترمه‌فرایی ادامه دارند. یادآور می‌شوم که هفته جاری در پی فرآمدن ترمه 13 نفر در شهر خاروق، 2 کس در نویه ونج و 1 نفری در نویه‌های شغنان و ورزاب زیر ترمه جان باختند. تاجیکستان به سوریه که بر اثر زمین‌لرزه مدهش آسیب دیده است کمک بشردوستانه می‌رساند. در این باره سیروجدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه جمهوری امروز در نشست مطبوعاتی به خبرنگاران اطلاع داد. به گفته وزیر امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان دستور داده است که در روزهای نزدیک به سوریه 55 تن کمک بشردوستانه فرستاده شود. کمک از 12 تن برنج، 10 تن آرد، ماکارون، روغن رستنی، اینچنین لباس‌های گرم و مواد بهداشتی عبارت میباشد. صبح 6 فوریه زمین‌لرزه سخت یک قسمت ترکیه و سوریه را تکان داد. در این حادثه 10,000 نفر هلاک شدند. پیشتر تاجیکستان به ترکیه کمک بشردوستانه و 50 نجات فرستاده بود. این تنقید بسیار صدا داد که بیشتر کشورها به ترکیه کمک کردند، اما مردم ضرر دیده سوریه فراموش شد. امریکا و متفقانش نقشه دارند در عرفه اولین سالگرد تجاوز روسیه به خاک اوکراین که به 24 فوریه راست می‌آید بسته نوی تحریم‌های ضد مسکو را اعلام کنند. روز چهارشنبه مقامدار بلندپایه دپارتمنت دولتی امریکا ویکتوریا نولند گفت بسته نوی تحریم‌های بزرگ امریکا و گروه 7 کشور صنعتی عالم معروف با نام G7 در عرفه سالگرد تجاوز به خاک اوکراین معرفی می‌شود. و افزود تحریم‌ها ساحه‌های فناوری‌های مورد استفاده صنعت دفاعی روسیه، افراد علیحده و نظام بانکی روسیه را در بر خواهند گرفت. روسیه می‌خواهد شرایط بود و باش مهاجران در این کشور را سخت‌تر کند. پایگاه خبری گازیت رو می‌نویسد این تغییرات که در حال آماده شدن است لایحه را وزارت کارهای داخلی روسیه تهیه می‌کند. این سند به زادگان دولت‌های داخل خواهد داشت که بدون ویزا به روسیه رفت و آمد دارند. تا این زمان مهاجران حق داشتند در نیم سال 90 روز را در روسیه سپری کنند. طبق پیشنهاد کنونی آنها تنها در داخل 1 سال امکان خواهند داشت که 3 ماه در روسیه بمانند. گذشته از این مقامات روس نیت دارند باج مهاجرتی جاری کنند، یعنی مهاجران هنگام وارد شدن به روسیه باید پول سپارند. این مبلغ چقدر می شود بررسی شده ایستاده است. این در حالی است که مهاجران مهنتی از جمله تاجیکان به این هم برای فعالیت کردن در روسیه با نرخ گران پتانت می گیرند. بیشتر مهاجران تاجیکی از این کشور اخراج می شوند یا پتانت ندارند یا مهلت پتانتشان گذشته است. تنها در سال 2022 مهاجرانی که در مسکو با پتانت کار می کنند با بودجه این شهر تقریبا 32 میلیارد روبل انداز دادند. این رقم در مقایسه با 1 سال پیش 45% بیشتر می باشد. گروه از تاجیکان مقیم آلمان همراه با دوستان آلمانیشان با طلب پسگردانیدن عبدالله شمس‌الدین پسر شمس‌الدین سعیدов یکی از فعالان مخالفین تاجیک در شهر دورتموند اعتراض کردند. در اعتراضی که نصف روزی 16 فوریه در نزد اداره کار با خارجیان شهر دورتموند برگزار شد، بیش از 30 نفر تاجیکان آلمانی ها شرکت نمودند. عبدالله شمس‌الدین روز 18 ژانویه امسال از آلمان به تاجیکستان اخراج شد، ولی نزدیکانش میگویند درباره مکان بود و باشی او خبر ندارند. رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان نیز روز 15 فوریه گفته بود که چنین نفری را بازداشت نکردند.
اجنسی ضد فساد توجیکستان بازداشت خال محمد ارتیقов رئیس دستگاه نویه رشت و بازپرسی رحیم جان نبیزاده رئیس حکومت نویه را شرح داد. خبر بازپرسی و بازداشت این دو منصبدار روز 23 ینور رسانه‌ای گشت. نصرالدین نظامزاده سردار ریاست تفتیشاتی اجنسی ضد فساد روز 17 فوریه در نشست خبری گفت نسبت رهبر دستگاه نویه رشت برای خلابی پرونده باز شده است. نظامزاده در ادامه افزود که علیه رئیس نویه رشت پرونده جنایتی باز نشده است و رحیم جان نبیزاده در دایره پرونده رئیس دستگاه این نوعیه بازپرسی گردیده است. در اول گفته میشد رحیم جان نبیزاده و خال محمد ارتیقов به تقسیم غیرقانونی زمین و گرفتن رشوه گمانبر می باشند و در جای کار در حضور شاهدان بازداشت شدند. سال گذشته سوختارها در تاجیکستان باعث مرگ 19 نفر شده است. بنا به معلومات مقامات انتظامی کشور در سال 2022 در مجموع 1262 آتش سوزی ثبت گردیده است که نسبت سال پیش 66 حالت بیشتر می باشد. خسارات از سوختارها را زیاده از 58 میلیون سومانی حساب کردند. یادآور می شوم که یکی از سوختارهای بزرگ سال گذشته در بازار فراوانی شهر باختر به عمل آمده بود. در نتیجه آن یک نفر جان باخته 11 کسی دیگر آسیب دیدند. صاحبکاران زیادی پول و دکان و محصولات خود را از دست دادند. حالا دوستان مهربان توجه کنید به قرب اسعار خارجی در تاجیکستان. امروز 17 فوریه 1000 روبل روسی رسای 142 سومانی تعیین گردیده است. ارزش دلار بلند رفته 1 دلار 10 سومانی و 51 درهم و 1 یورو 11 سومانی و 25 درهم است. بینندگان عزیز با همین نشر نوبتی سرخط رویدادها را در هفته جاری خلاصه می‌کنیم، اما در پیش برنامه اخباری آزادی داریم. آنجا نیز منتظرتان هستیم. تنصیحات باشید.